تو این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های جنایی ایران. مردی که همسر خودش رو شوهر داد و متهم به قتل 4 نفر شد که 2 تاش بچه‌های خودش بودن. پرونده این تراژدی هولناک تو سال 1383 توی دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. داستان این پرونده از جایی شروع میشه که امیر مهدی پسر اسماعیل و معصومه به بیماری کمخونی دچار بود و معصومه مجبور بود هر هفته پسرش رو از ورامین به تهران پیش پزشک معالجش ببره. و توی همین رفت آمدا با مردی به نام ابراهیم که مسافرکش بود آشنا میشه و بعد از یه مدت ابراهیم از معصومه خواستگاری میکنه. معصومه هم زمانی که با این درخواست مواجه میشه ازدواجش رو مخفی میکنه و میگه که مجرده و امیر مهدی و پسر برادرش جا میزنه. به این ترتیب رابطه معصومه و ابراهیم شروع میشه و بعد از یه مدت پسر بزرگ معصومه که 14 سالش بود از این موضوع با خبر میشه و این موضوع رو به پدرش اطلاع میده. اسماعیل زمانی که این موضوع رو میفهمه از معصومه میخواد که این رابطه‌شو با ابراهیم توضیح بده، ولی معصومه این موضوع رو انکار میکنه و میگه که ابراهیم فقط یه مسافرکشه. اسماعیل بعد از شنیدن حرفای معصومه همچنان بهش مظلوم بود و از معصومه میخواد که به ابراهیم زنگ بزنه و برای رفتن به امامزاده داوود باهاش قرار بذاره و خودش هم حضور داشته باشه و خودش رو دایی معصومه جا میزنه. به این ترتیب این 3 نفر با هم به امامزاده داوود میرن و موقع برگشت اسماعیل تو ماشین خودش رو به خواب میزنه که مخفیانه حرفای این 2 نفر رو بشنوه و اونجا بود که میفهمه رابطه این 2 نفر فراتر از اون چیزی که فکرشو میکرد. به این ترتیب اسماعیل بعد از پی بردن به همه چیز با طرح نقشه‌ای به معصومه میگه که میخواد از ابراهیم انتقام بگیره و به معصومه میگه که به ابراهیم زنگ بزنه و به خواستگاری اون جواب مثبت بده. معصومه هم همین کارو میکنه و بعد از اینکه به ابراهیم جواب مثبت میده به مدت 2 ماه میره خونه پدر مادر ابراهیم و با ابراهیم زندگی میکنه. پدر مادر ابراهیم با ازدواج معصومه مخالفت میکنن و میگن که معصومه چون هیچ خانواده‌ای نداره اجازه نمیدن که این عروسی صورت بگیره. و اینجا بود که معصومه اسماعیل رو دایی خودش معرفی میکنه که توی ورامین زندگی میکنه. اسماعیل به خونه پدر مادر ابراهیم میره و قول و قرار ازدواج این 2 نفر رو میذاره. اما از اونجایی که معصومه ادعا کرده بود تا حالا ازدواج نکرده نمیتونست شناسنامه‌شو ارائه بده. به خاطر همین با نقشه اسماعیل یک کپی از شناسنامه میگیرن و کپی شناسنامه رو دستکاری میکنن و به محضر ارائه میدن. ولی محضردار از عقد ابراهیم و معصومه خودداری میکنه، ولی معصومه و ابراهیم این خبر رو به پدر مادرش نمیگن و جوری وانمود میکنن که به عقد همدیگه در اومدن. ابراهیم و معصومه به کمک اسماعیل یه عروسی خیلی مفصل به پا میکنن و اسماعیل کلی مهمون دعوت میکنه و تو اون عروسی به معصومه یه انگشتر و یه خط تلفن همراه هم هدیه میده. اسماعیل برای اجرای نقشش از معصومه میخواد که خواهر ابراهیم یعنی فاطمه رو فریب بده و بگه که یکی از دوستای داییش میخواد که با فاطمه ازدواج کنه. و از اون طرف هم اسماعیل به یکی از دوستاش به اسم محمد یه مبلغی پرداخت میکنه که به صورت ظاهری به خواستگاری فاطمه بره. فاطمه با اصرارهای معصومه و با مخالفتهای خانواده خودش به محمد جواب مثبت میده و رضایتش رو برای عروسی اعلام میکنه. فقط چند روز مونده بود به عروسی که اسماعیل به فاطمه میگه محمد قراره به خونه‌شون بیاد و برای دیدن محمد فاطمه رو به خونه‌شون دعوت میکنه. فاطمه وارد خونه اسماعیل میشه ولی محمد رو نمیبینه. همون لحظه اسماعیل با چاقو به فاطمه حمله میکنه و با ضربات چاقو اون رو به قتل میرسونه. اسماعیل جسد فاطمه رو به حموم میبره و جسدش رو تکه تکه میکنه. اسماعیل قبل از ورود فاطمه توی آب میوه 2 تا از پسراش قرص خواب‌آور میریزه که مزاحم کارش نشن. ولی نمیدونسته که اون بچه ها اون آب میوه رو نخورده بودن و شاهد تمام اتفاقایی بودن که اسماعیل سر فاطمه آورده. اسماعیل زمانی که پسراشو میبینه که دارن اون صحنه رو تماشا میکنن همون بلایی رو سرشون میاره که سر فاطمه میاره. پسراشو به داخل حموم میبره و با ضربات چاقو اونا رو میکشه و حتی سر یک از پسراشو از تنش جدا میکنه. حالا نوبت به نقشه شوم بعدی اسماعیل میرسه.
اسماعیل به ابراهیم زنگ میزنه و میگه من یه گنجی پیدا کردم که نیاز به حضور تو دارم. ابراهیم رو به یه محل خلوت میکشونه و از پشت به ابراهیم حمله میکنه و با ضربات چاقو ابراهیم رو به قتل میرسونه و باز هم سر ابراهیم رو از تنش جدا میکنه. و وحشتناکتر از همه اینها این بود که معصومه از همه این قتل خبر داشت. اسماعیل بعد از قتل ابراهیم به خونه میاد و به معصومه میگه که همه وسایلاشو جمع کنه که راهی جمکران بشن و اونجا پنهون میشن. و یه مدت میگذره و معصومه و اسماعیل دستگیر میشن. اسماعیل توی دادگاه سعی میکنه همه چیز رو انکار کنه و میگه مقصر اصلی همه اتفاقات زن من بود که اون از من خواست برای محض رضای خدا 4 نفر رو باید قربانی کنم و منم به حرفش گوش دادم و این کار رو انجام دادم و من نمیدونستم که معصومه با ابراهیم چه رابطه ای داره. ولی قاضی پرونده با سوال جوابایی که از اسماعیل میکنه متوجه میشه اون خیلی آگاهانه مرتکب این جنایت شده و معصومه هم بهش کمک کرده. و حتی قاضی پرونده متوجه میشه که اسماعیل 2 تا پسراشو از قصد کشته چون اون شک داشته که این 2 تا بچه‌های خودش باشن و به خاطر همین به پسر بزرگش هیچ کاری نداشته چون مطمئن بود که اون پسر خودشه. و دادگاه اسماعیل رو به خاطر قتل فاطمه و ابراهیم به 2 بار قصاص و به خاطر قتل بچه‌هاش به زندان محکوم میکنه. و بالاخره بعد از 3 سال این حکم اجرا میشه و معصومه و اسماعیل هر دوشون اعدام میشن. خب رسیدیم به آخر ویدیو. من که کلا مغزم رگ به رگ شد چون اولین بار بود همچین پرونده دارکی که مربوط باشه به ایران رو داشتم میخوندم. ولی مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله رو بزنین چون قرار پرونده های جنایی ایرانی و خارجی بیشتری رو با هم دیگه ببینیم.